سبحان الله غریب امروز غریب یعنی میرید مثلا چی وای یهود نصرانی یعنی چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم کارت نمیکنن نکردگیش میکنن. رسول صلی الله امروز چی مقاطعه اعلان کرد استادیا میگوید که یهود نصاراها دشمنای رسول صلی الله علیه و سلم مقاطعه اعلان کرد. ممتاز جدا مقاطعه ممتاز جدا یعنی قبل چی با یعنی پپسی هاشون نخورید داروهاشون نخورید. این مقاطعه مخالفه میشد این چیزنده. رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مدینه به اومد یهودی ها چند بارها رسول صلی الله علیه و سلم کشتنی خواستن چقدر اذیت ها دادن لیکن با وجود همین رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید یعنی بازار سوق بنی قینقاع های سوق بنی نظیر های سوق بنی قریظه های مسلمان های و یهودی ها یک جایش سودا میکنن. یهودی باعی مسلمان مشتری یهودی مشتری مسلمان باعی الان میخیل چیه همکاری. نگفت که رسول صلی الله علیه و سلم خلاص یهودی ها چیزی نخرید لیکن چی گفت یعنی گفت که چی زنده گفت عمل هاشون ده خلاف کنید. گفت عملایی که دین به تعلق بدهیشن چنده گفت که لئن عشت عام القابل لأصومن التاسعه والعاشره. عمل هاشون ده خلاف میکنیم. ارخوا اللحى خالفوا اليهود والنصارى خالفوا المشركين قصوا الشوارب وارخوا اللحى. ریشهاتون نمونید مولباتون پست کنید و همین که یهودی ها مقاطعه کنید. حاضر میرید 6 تا مثلا نه این چیزا نخواهی مقاطعه ریشش هم خیلی چیرگانه همین روز به 2 بار 3 بار ریشش میگیرد. این که یعنی دیدید چیزا یعنی چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم کون گفتگی نمیکند نکن گفتگی میکند. خیلی میشنید